دوستان سنپایی عزیزم سلام، من علی هستم ملقب به مستر سنپای. خوش اومدیم به این گیم پلی خفن از هیروی کارینا. دوستان لایک و کامنت و صاف فراموش نشه. ویدیوهای قبلی رو هم حتما ببینین، قرعه کشی هم ازش غافل نشین. توی ویدیوهای قبلی کاملا براتون توضیح دادم شرایطشو. آخر این ویدیو هم براتون یک توضیح ریزی میدم که اصلا از دست ندین قرعه کشی رو. دوستان بدون معطلی بریم سراغ این هیروی خفن. کارینا بخوام براتون یک توضیح ریزی بدم، کارینا یکی از بهترین اساسین‌های بازیه. البته در حال حاضر چون هیروی دیگه بافای خیلی عجیب غریبی خوردن و ریوامپ خوردن، کارینا یه مقدار عقب مونده ازشون، ولی همچنان هیروی خیلی خفنیه. من هیروی مینمه و خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم باش پلی دارم. واقعا هیروی خفنیه، مخصوصا برای مینیاک و سویج زدن یکی از بهترین هیروهاست. دوستان در ادامه یک توضیح از آیتم ها و اسکیل ها و پسیواش هم براتون میدم. اینجا ببینیم که خیلی ریز رفتم نجاتش دادم، داشت ریکال میزد، خیلی مثل پتروس فداکار رفتم نجاتش دادم. خب برسیم به پسیو و اسکیل های این هیرو. دوستان پسیو این هیرو اینطوریه که شما 3 تا استک با اتک وارد کردن به انمی زیر انمی ایجاد میکنین که روی حالت سومش، وقتی سومی حالتش کامل میکنین، چهارمی اتکتون دمیج خیلی بیشتری وارد میکنه. همچنین از کول داون اسکیل هاتون کم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر اسکیل 1 یا 2 تون رفته باشه تو کول داون، اسکیل ها منظوری اسکیل 1 و 2 یا از اولتتون کم نمیکنه. اسکیل 1 و 2 تون اگر رفته باشه تو کول داون، مثلا اگر 4 ثانیه شده نیم ثانیه کم میکنه، میشه 3.5 ثانیه. این خیلی برای کارینا خوبه و برای شما اکثر مواقع اسکیل داریم برای زدن. اسکیل یکش اینطوریه که شما میرین رو حالت دویدن مثل الان صفحه میبینین و تمام اتک ها رو به انمی هایی که از بیسیک اتک دارن بهتون دمیج وارد میکنن برمیگردونین به خود انمی. یعنی چی؟ یعنی شما میدوین یه چند تا جنگولک کاری با شمشیراتون انجام میدین، تمامی بیسیک اتک ها برگشت میخوره به انمی. خوبیش اینه که شما موقع دویدن در همین حالت که دارین میدوین هم به انمیتون دمیج وارد میکنین، هر بیسیک اتکی که شما بخوره برمیگرده به انمیتون. و همچنین زیر انمی استک ایجاد میشه، یعنی شما هم دارین به انمی دمیج وارد میکنین، همین که داره اسکیل هاتون کول داونش کم میشه که این خیلی خوبه. بیشتر گیم پلی کارینا روی همین اسکیلشه، متمرکز رو همین اسکیلشه که شما باید قشنگ بلد باشین چه موقع از این اسکیل استفاده کنین. فقط صرف این که به انمی برسین ازش استفاده نکنین، باید آنالیز کنین که انمیتون جونش زیاده کمه چطوریه. معمولا کارینا برای زدن انمی هایی که از اسکیل هاشون استفاده میکنن برای دمیج وارد کردن ضعیفه، مثل پاکویتو یا مثل گاشن. اینجور انمی ها که از اسکیل استفاده میکنن برای زدن شما، کارینا جلوشون این مقدار ضعیفه. چرا؟ چون کارینا متمرکز رو همین اسکیل یکشه و این اسکیل یکش در مقابل اسکیل دمیج ها ایمن نیست، در مقابل بیسیک اتک ها ایمنه. یعنی اسکیل هایی مثل اسکیل پاکویتو، مثل گاشن، مثل همین سلنا روی اینها ایمن نیست. یعنی به راحتی توی دویدن شما میتونن شما دمیج وارد کنن. ولی بیسیک اتک هایی مثل بیسیک اتک مسکو، اکثر مارکسمن ها بیسیک اتکشون برمیگرده به سمت خودشون و این خیلی خوبه. اسکیل 2 شو بخوام براتون بگم بچه‌ها، یک چرخشی میزنین و به اون محیط، اون دایره‌ای که شما چرخش میزنین به کلی انمیای اونجا دمیج وارد میکنین، به کلی دشمنا. مثل الان که زدم به تمام مینیون ها دمیج وارد. این اسکیل بیشتر برای فعال کردن استکاتون و پسیوتون. از اولتش هم بخوام براتون توضیح بدم بچه‌ها، اولتش اینطوریه که شما یک اتک وارد میکنین به انمی، یک دش میکنین به سمت انمی و یک سایه پشت انمی میندازین. دمیجی که وارد کردین به انمی یک سایه پشت انمی ایجاد میشه که شما اگر دوباره این اسکیل رو فعال کنین برمیگردین به همون نقطه‌ای که سایه‌تون ایجاد شده.
پس شما یک دمیجی به انمی وارد میکنین، یک سایه میندازین یا کنین یک سایه میفته و شما دوباره که اولتو بزنین میری به همون سایه. بیشتر پلیر خود 2 تا اولت پشت سر هم میزنن، زیاد از این سایه استفاده نمیکنن، ولی خب برای فرار کردن خیلی جاها به درد میخوره. و اینم بهتون بگم که شما وقتی برمیگردین به سایتون، هر انمی که در راستای برگشتن شما به سایه باشه دمیج بهش وارد میشه. اینم یکی از قابلیت‌های اولتشه. برسیم به این قسمت که قرار بود مینیاک بشه ولی خب نشد. 2 تا کیلو لونوکس گرفت و 2 تاشم که ما گرفت. کمبوهای زیادی نداره کارینا، بیشتر باید شما انمیتون رو بسنجین و تا میتونید توی مپ فارم کنید، از انمیتون جلو بیفتین. ولی یه کمبو خیلی خاصی داره که شما اکثر مواقع از همین استفاده میکنید، همین کمبویی که الان من دارم میزنم. شما با اسکیل یکتون میریم به سمت انمی، اسکیل اولتتون رو میزنین، 1 2 میزنین، دوباره اولتتون رو میزنین، پس میشه 1 اولت 2 اولت. شما به سمت انمی حرکت میکنین با اسکیل یکتون، 1 دونه اولت میزنین به انمی دمیج وارد میکنین، اسکیل 2 تون رو میزنین، 1 اولت میزنین، میرین پشت انمی و چون اسکیل یکتون هنوز فعاله دوباره برمیگردین به سمت انمی، یعنی اون حد فاصله که فاصله میگیرین از انمی رو دوباره با اسکیل یک خودش خودکار برمیگرده چون فعال اسکیلتون. کمبوش اینطوریه، تو بازی هم خیلی از این کمبو استفاده میکنن. خب اینجا یک مینیاکی هم داریم، اینو ببینیم تا توضیحات بعدی بهتون بدم. نکنین بچه‌ها سعی کنین همیشه آخر فایت برین داخل. چرا؟ به خاطر یکی از پسیوهای خیلی خوب کارینه. حالا این آقای فرانکو هم اینجا میزنیم و مینیاکو خیلی ترتمیز میزنیم. اینجا هم میرم برای گرفتن سویج بودو دنبال ناتونم که میخوام پیداش کنم سویج بزنم، ولی خب متاسفانه نمیشه. چرا؟ چون ثانیه‌اش میگذره و میشه لژندری. ببینید چه دمیجی داره کارینا، بی‌نظیره این دمیجش. کمبوش هم همون کمبوه، با اسکیل با 1 بیرین داخل، اولت 2 اولت، خیلی هم خطرناک. چرا گفتم آخر فایت برون داخل بچه‌ها؟ یکی از پسیوهای کارینا اینه که شما وقتی حالا این مینیاک هم ببینیم 2 تا مینیاک پشت سر هم اینجا دیگه اینقدر مینیاک لول 13 هم انمی لول 11 عملا هیچ کار نمیتونه بکنه، خاطر فارم سریعی که انجام بده میکنه. خیلی ترتمیز مینیاک. اینجا دوست شفیقمون پیام داد، بعدش هم بهش گفتم دهنش سرویس پیام گذاشت برام، وسط مینیاک زدم پیامش اومد تو صفحه. محتواش زیاد جالب نبود براتون پاکش کردم. خب داشتم میگفتم چرا آخر فایت بریم داخل فایت. دوستان یکی از پسیوای کارینا اینه که شما اگر به انمی که جونش از 50% کمتر باشه دمیج وارد کنید، دمیجتون 2 برابر حساب میشه. یعنی شما به انمی هایی که جونشون از 50% کمتره 2 برابر دمیج وارد میکنید و این خیلی خوبه، یکی از بهترین پسیواشه. شما خیلی راحت میتونید درو کنید، برای همین کارینا یکی از بهترین هیروها برای مینیاک و سویج زدنه. قشنگ درو میکنید، جوره نمیتونه دستتون در بیاد. چون از روند کانالم یک بازخوردی بهمون بدین. امروز یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته بود که ساب ها میپره، ولی خب نه ساب ها نمیپره. ولی دوستان حالا کامنتش جواب دادم، حالا بقیه هم اگر سوال میشه براشون که اگر ساب میکنن سابا رو نشون نمیده، اینه که یوتیوب اوایل روزای اولی که چنل ساخته میشه سابا رو نشون نمیده. حالا نمیدونم چرا، روی چنل دیگه من اینو امتحان کردم سابا رو نشون نمیده و بعد از یک مدتی فکر کنم 10 تا 15 روز سابا رو یهویی نشون میده. فکر کنم میخواد آنالیز کنه که سابسکرایبرها واقعی ان یا فیک. و توضیح هم راجع به قرعه کشی بهتون بدم آخر بازی. بیلد کارینا هم بچه‌ها آخر بازی روی نتایج میتونیم ببینیم. این بیلیه که من اکثر مواقع استفاده میکنم، یه مینم هست خیلی وقتی این بیل رو استفاده میکنم. بیل خیلی خوبیه. شما 3 تا آیتم اولتون حتما همونا رو بچینین، 2 تا آیتم آخرتون متغیره با توجه به روند بازی. شما معمولا میتونید آتنا شیلد ببندید، میتونید دف برای فیزیکال ببندید. اون 2 تا آیتم آخرتون دیگه بستگی به خودتون داره، ولی اون 3 تا آیتم اولتون همونا ثابته. اینجا رو بچه‌ها نگاه کنید چه دمیج خوبی به گاشن وارد میشه. میگم کارینا آخرای بازی دیگه اصلا نمیشه نگرش داشت.
نگاه کنید خیلی راحت، یعنی با 2 تا 3 تا اسکیل به راحتی از بین میره. برای همین کارینو رو من خیلی دوستش دارم. این هیرویی که من خیلی باش بازی میکنم، عملا میخوام بازی رو ببرم حیثیتی باشه کارینو. خب از قرعه کشی هم براتون بگم بچه‌ها، سر 100 تا سابسکرایب یه قرعه کشی برای اسکین اپیک داریم. 3 نفر برنده بین 100 نفر یه اسکین اپیک به دلخواه خودش میگیره. اینجا هم بازی دیگه تمومه. لایک و کامنت و ساب هم بچه‌ها فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.